بیشتر از 500 سال قبیله ماوری با سلاح‌هایی مثل شمشیر و نیزه می‌جنگیدند. در سالهای ابتدایی قرن 19 میلادی آنها به تفنگ نیاز داشتند. و همینطور مسیحیت. سال 1830 میلادی دریای تراسوانی از بلاد یه پایین بطن بالایی شکسته. دارم میگم بطن بالایی شکسته. آروم باش، مراقب باش نیفتی. اون طرفو گره بزن، زود باش. آروم آن رو همون پایین بمون. همه جمع میشه. باید اعتراف کنم که من آقای ریدلی رو خیلی خوب نمیشناختم، اما خب مرگ هر آدمی باعث ناراحتی و غصه بقیه میشه. آقای مونرو، شاید بهتر باشه براش یه دعا بخونید. فقط اونایی که رو دریا بودن واقعا عظمت دنیا رو درک میکنن، مخصوصا وسعت بی انتهایی که دریا داره. خیلی دلهره آوره که آدم به این شکل از بی اهمیت بودن و حقیر بودن خودش با خبر باشه. خیلی از فهمیدن این موضوع جا میزنن، اما با این حال ما با کمال میل خودمونو به این فضای خالی از کره زمین پرتاب کنیم تا اینکه بدونیم یه روز و توی یه لحظه غیر منتظره باید هزینه سنگین و هنگفتی رو پرداخت کنیم. حالا روح جاودانشو به نام عیسی مسیح نجات دهنده ما به دریا بسپارید. آمین. آمین. بادبان اصلی رو باز کنید. جهت رو عوض میکنید. جهت حرکت رو عوض میکنیم. بیا داخل. برای مروانی که خیلی دور از خونه جونشو از دست داده سخنرانی درخوری کردین.
حرف و کاراتون نشون میده آدمی هستید که خیلی چیزا تو دنیا دیده. من توی یه خانواده کشتی ساز بزرگ شدم. الان یه کشیش هستین. یه کشیش غیر حرفه‌ای. ما با اعمالمون میتونیم الگوی دیگران بشیم. آدم اسمیت؟ بله درسته. یه مرد خدا که راجع به دنیای تجارت کتاب میخونه. خب شما جای درستی اومدین جناب کشیش. تو جاهای دور افتاده میشه پول خوبی به جیب زد. اعضای کلیسا زندگیشون رو تو این کار گذاشتن. پسر یکی از رؤسای بزرگه. پدرش بهم گفته بود که فن دریانوردی رو بهش یاد بدن. اونا کار. بیا اینجا. آقای فرل سکانو بده به ایشون. اونو کار. 3 درجه به سمت راست بچرخ. حواست باشه وقتی تکون میخورم آروم بگیج. خیلی خوب. آرل خوشحال باش، دیگه لازم نیست هیچ وقت از قبل ظهر بیدار بشی. بسیار خوب، دیگه کافی. بله، خونه جدیدتون آقای ما. هیچ وقت تباهی و نابودی اینقدر زیبا به نظر نمیرسید. معاریت تو این منطقه هم هستن؟ اونا همه جا هستن. حتی وقتی نمیبینیشون هم هستن. نزدیکترین لنگرگاه هم کجاست؟ اون کار. اون خلیجه؟ نه، اون یکی وایکارا. بسیار خوب بچه ها، میریم به ساحل و یکم چوب پیدا میکنیم. بادبان کشتی هم تعمیر میکنیم. حال بدید، حال بدید، حال بدید. یکم دیگه. اونجا رو نگاه کنین. آره آفرین. آفرین پسر. همینطوری ادامه بده. آفرین. شما خیلی سرگرم کننده تر از بارای همیشگی منی آقای مونرو. هر لحظه ممکنه غافلگیری جدیدی برامون رو کنی. آره درسته. خب دیگه بچه ها، نمایش تمومه. مشغول شید. 1 2 3. مونرو، این دیگه چیه؟ بهش میگن طراحی، گاهی هم پورتره. این چیه؟ هری پوتا، دندون نهنگه. であれろってやつは男かお互いなうきでんをてのやつこういうの書いたな صدای خدای پدرمه. اسم منم از روی اون ورداشتن. اونوکو کایتانگاتا. قشنگه. و این چیه؟ توکو واکا پاپا. نه. این داستان منه. 遠く竹が前来てなんやねん داستان زندگی من. تا اینجا.
حواستون رو خوب جمع کنید. ما اینجاییم که چوبو حلوار تهیه کنیم، نه اینکه دردسر درست کنیم. چیزی نیست. اون کجا غیبش زد؟ باشه بچه ها، دنبالم بیاید، زود باشید. اصلا نیاز نیست از من بترس. همه چی آرومه آقای مانرو؟ فکر میکنم باشه. Yamana wa nui ma ki taku hua kuare ne. E toho iki tenne whenua. Mo tana here pokono. ازش خواستم مزاحمتتون رو ببخشه، گفتم قصدتون بی احترامی نبوده. ممنون. نمیشه با کسایی که نمیتونیم باشون حرف بزنیم معامله کنیم. Faki atu ke toranga tira. Ke ti whai paraki mātou. Ke papani ai nara o te waka. برای تعمیر کشتی به چوب و الوار نیاز داریم. Aho po mai ki au e whakaia i au ki tō whakapaha. به شرطی بهمون الوار میده که اسبو بهش بدیم. باید تبر رو بده بهش. برجام دیگه پسر. دوباره همه با هم دوست شدیم. باید تا فردا صبح برای ادامه سفر آماده بشیم. مایلم تا موقع اینجا بمونم. نه 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 خدا، ما یه سفر طولانی داشتیم. نیاز دارم یه کمی زمین سفت زیر پام حس کنم. اگه قراره تو این کشور زندگی کنم باید باهاش آشنا شم. به هم مأموریت دادن که شما رو به اوپوار قطعاً میریم اونجا، اما فعلا لطفاً بذار اینجا بمونم. خیلی خوب، به اونوکا میگم پیشتون بمونه. عالیه. کجاست؟ هریس، پسر کجاست؟ چی قربان؟ اون پسر کجاست؟ اونوکا اونوکا اونوکا
تفنگا رو بیار. نمیخوام برم اونجا. اگه اونو نرسونیم بهمون پولی نمیدن. گوش کنید. اینجا مقابل شما رئیس قبیله ما یعنی انگاتی راپو حضور داره. یعنی پدرم. احترام بذارید. اینجا چی کار میکنید؟ ازتون خواهش میکنم به این آدم آسیبی نزنیم. این مردم ساکنان این سرزمین و مردم من هستن، نه شما. خواهش میکنم بهشون رحم کنین. شما انگلیسی هستین. نام پادشاهتون جورج. حالا دیگه ویلیامه. جورج مرده؟ بله. من سر میزش نشستم. Akatariwa. Gariki. Tenakwe. ما خطری برای شما نداریم. کتره. پسر من چیزای زیادی از شما یاد گرفته. حمایه افتخار منه. این مرد مسافر منه. باید برسونمش به آپورس. آیا اون برده به شما تعلق داره؟ همیشه گفت بله. بسیار خوب. حالا دیگه برید. تکلیف اینا چی میشه؟ برای حفظ جونشون چه چیزی رو معامله میکنی؟ اسبم در ازای جونشون. به ازای هر اسب یه نفر انتخاب کن. من نمیتونم انتخاب کنم. خواهش میکنم. بیا بریم. بیا. من میدونم تو چی هستی و به چه کسی تعلق داری. برای من چه ارزشی میتونی داشته باشی؟ میتونی با اون بری وگرنه هر دوی شما رو میکشم و میخورم. بریم همگی را بیافتید سریعتر. نگران نباشید آقای کدلی. کابین خودم رو بهش میدم. مشکلی نیست. بیا بریم پایین. نباید این بالا بمونی. بلند شو لطفا. خواهش میکنم. تو پناهگاه میخوای. بادبانا رو بکشید بالا. بلند شو. به همه با هم. آقای مانرو. هوراس بوچمپ. به اپفورس خوش اومدید. ممنونم. شوهرشو کشتن و منم پذیرفتم ازش مراقبت کنم. پس خیلی خوش اقباله. همراه هم بیایید تا منزلتون رو نشونتون بدم. موفق باشید آقای مونرو. اگه هدفتون از اینجا اومدن پاک کردن روح انسانه، باید بگم کار سختیه. بیا کمک دیگه. رسیدیم آقای مانرو. ممنونم آقای بوچه. خواهش میکنم. تنهاتون میذارم تا به شرایط همراهتون رسیدگی کنید.
بفرمایید. صبح بخیر. بنگرید که شما همانا امروز مانند ستاره. آقای مانرو، واقعا لذت بخشه که شما به این سرعت مشغول به کار شدین. رژینالد دوبیون، با هم نامه رد و بدل کردیم. بله البته. حالتون چطوره؟ اینجا دقیقاً مثل کلیسای سنت پل نیست، اما شما میتونید یه چیزی ازش بسازید. همه تلاشمو میکنم. مایل هستین امشب برای شام به ما ملحق بشین؟ خیلی لطف دارید. عذر میخوام. این چیزی نیست. شما اهل کدوم قسمت جنوب هستین آقای مانرو؟ سال جنوب شرقی هیستینگ، اما توی لندن بزرگ شدم. پدرم یه کشتی ساز بود و میخواست توی پایتخت اسم رسمی پیدا کنم. موفق شد؟ نه و کم کم با الکل خودشو کشت. و در مورد اپورس چی فکر میکنی؟ شبیه یه مجسمه تو مراحل اولیه ساختش. شکل واقعیش هنوز از دل سنگ بیرون نیومده. زیبا توصیف کردین آقا. همه چی سر جاشه. زمین حاصل خیزه و فرصت ها بی انتها. درسته. حتی اگه بعضی وقتا یکم خطرناک به نظر بیاد. زمینی که روش هستیم از رئیس یه قبیله بومی اجاره کردیم و با کمک‌های مالی از طرف پادشاه پولشو میدیم. با بومیا روابط خوبی دارین؟ مایانویی؟ تا حالا آره، ولی تهدید از طرف اون نیست. گزارش‌هایی از یه سردسته وحشی بهمون رسیده. یه وحشی تمام عیار. اون به قبایل دیگه حمله میکنه و زمیناشونو تصاحب میکنه. نکنه اون آکاتار واست؟ اسمشونو شنیدی؟ بله شخصا برخورد داشتم. آره. زن جوونی که همراه هم آوردم و شوهرش به دستور اون کشته شد و به همراه تعداد زیادی از اعضای قبیلشون. کی؟ 2 روز پیش، وقتی که کشتی برای تعمیرات توقف کرده بود. پس درسته، داره میاد سمت جنوب. اگه آکاتاروا بخواد با مایانویی بجنگه، آینده ساکنان اینجا به خطر میافته.
میشه لطفاً راجع به یه چیز دیگه حرف بزنی؟ آقای دکتر، به خاطر اون روی وحشتناک زن جوونی که ازش مراقبت میکنم زخمی شده. متاسفانه ما تجهیزات پزشکی خیلی کمی داریم. قرارداد و تعهد من اینه که به سلامت جسمی شهروندان اپورس رسیدگی کنم. همونطور که قرارداد شما رسیدگی به نیازهای روحی ماست آقای مونرو. پدرم اگه اینو بفهمه قطعا عصبانی میشه. اما یکی هست که شاید بتونه بهتون کمک کنه آقای مونرو. خانم هگرتی. خانم هگرتی؟ اسم من توماس مونروه. ببخشید که این وقت شب اومدم اینجا. یه زن جوونی از نژاد ماوری و پیش خودم نگه میدارم. بهم گفتن که شما شاید بتونید کمک کنید. حالش خوب نیست؟ یه زخمی داره که میترسم عفونت کرده باشه. باید از اینجا بریم. خانم اگرتی، ممنونم. بفرمایید داخل. اون اینجاست. اینجا چی کار میکنه؟ شوهرش رو 2 روز پیش کشتن و خودش هم زخمی شده. اینجاست. خیلی داغ دیده و غمگینه. خودش هم به خودش آسیب زده. بدنش رو خراش داده، یه جورایی زخمی کرده. بله، بهش میگن کری های ها. یه رسم عزاداریه. درسته. این رنگی مایه. از قبیله انگوتی هو. اونو میشناسین؟ میشه لطفاً آتیش آماده کنی؟ یه زماد براش گذاشتم تا عفونت رو بیرون بکشه. اگه من اینجا نبودم باید اصرار کنین که اینو بنوشه. تلاش میکنم اما اون تا حالا هیچی ازم نگرفته. اون عزاداره. اما بهش بگین این کاوا کاواست. کاوا کاوا. کاوا کاوا. تو زمادم هست. با یکم پیا مانوکا. پیا مانکا. پیا مانوکا. Matua korangi ko papa ko tane, ka hoa tu kia koe, kia homai te wai ora, hui e tai ki e. همونجا بمون.
اون پدرشه. ماگانوی. تو انتقام میگیری؟ کدوم یکیتون میتونه سر اون قاتل پس فطرت رو برام بیاره؟ کدوم یکیتون میتونه سر اون قاتل رو بیاره؟ داره بهش دلداری میده. آدمای آکاتاروا دنبال قاتل شوهرشه. رنگ مای مونرو سب کن. رئیس بزرگ، ایشون آقای مونرو هستن، مردی مقدس برای ساکنان منطقه اوپورسه. اون دختر شما رو نجات داده و به سلامت به اینجا آورده و تا همین الان ازش مراقبت کرده. Ano koe ki konei ne? Ia whakangunga i ngā laka a te Pākehā. Ko koe hei kauwaka mōku i tēnei pā. اون چی داره میگه؟ میخواد رنگی مای اینجا بمونه و تو بهش درس بدی. Pairua. Amahoe mai te tai. یکی از آدماشو مأمور کرد تا ازش محافظت کنه. Higi tio. Hawe atu. وقت شکارمون رو شروع کنیم. با یه سرود شروع میکنیم. این بنیاد چقدر محکم است. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath said? Who unto the Savior, who unto the Savior, who unto the Savior for refuge hath fled. کارتون عالی بود جناب کشیش. ممنون. یه قدرت شگفت‌انگیزی تو این سروده های قدیمی وجود داره. وزن کلی تمدن. از محل اقامتتون راضی هستین؟ بله راضیم. خیلی خوب. اگه به چیزی نیاز داشتین در منزل من همیشه به روی شما بازه. برعکس خونه شما دکتر. آقای مونرو، حالتون چطور خانم بوچه؟ خوبم ممنون.
رقص. رقص؟ شادی؟ صبح بخیر آقای پچت. حساب بخیر. 6 تا تخم مرغ لطف کنید. تازگی ها شما رو تو کلیسا نمیبینم. هیچ وقت قرار نیست ببینید. من به یه دین واقعی اعتقاد دارم، نه مسخره بازیایی که شما ریاستش کنید. فکر میکنم شما برداشت من از انجیل و در مورد به برداشت شما از کتاب مقدس اهمیتی نمیدم و به نظر هیچ کس دیگه ای توی این شهر فراموش شدم کاری ندارم. اون به ما قول داده که اینجا فرصتهای زیادی وجود داره و به همون گفت اینجا یه جور بهشته اما هیچی نیست. کلمه این محبوبیه و به شکل اجتناب ناپذیری گمراه کننده. یه دامه، هیچ چیزی جز اون نیست. ما هزاران کیلومتر از تمدن دور هستیم. توی یه ساحل بیخاصیت چسبیدیم و دور و برمون رو دروغ و وحشیگری احاطه کرده. فکر میکنی به جز آتش و خون چطوری تموم میشه آقای مونرو؟ با این حال به نظر میاد شما وضعتون خوب. حرفمو یادتون باشه، هر سکه‌ای که به دست میارم خرج برگشتم به خونه میکنم. رانگی مای نگاه کن، همه درخت ها رو ببین، دارن با هم تو باد میرقصن. اسم این نوزاد چیه؟ ادوارد ادگاره. ادوارد ادگارد والانت. برای تو عیسی مسیح به این دنیا آمد و برای تو او مرد و برای تو او مرگ را شکست داد. آقای مونرو، هر کاری که اون بیرون میکنی مربوط به خودته، ولی اینجا شرایط فرق داره. ما به خدای یکتا اعتقاد داریم و اونا به برگ و درخت. خب اگه قرار باشه باشون زندگی کنیم باید اونا رو هم بعضی تفاوت‌ها اونقدر بزرگن که نمیشه ازشون چشم پوشی کرد. روز خوش آقا. ای بچه ها بیایید اینجا، زود باشید. میتونی بیای کمکم کنی؟ دارم میام. دوست داری که بری؟ بله. رنگی مای. برای من بیا. چی؟ لطفاً برای من بیار 2 کیلو آرد. به همین سادگی؟ منظورت چیه؟ واضحه که دارم میگم فقط به شما وسیله میفروشم آقای مونرو. دلیلش چیه؟ چون که به بومیا بفروشم دارم به نفع اونا بازی میکنم. اون ساختمون جدید اونجا میبینی، فروشگاه خاروبار پوچمپه. دارن سعی میکنن منو بیرون کنن، اما من زیر قیمت این پس فطرتا میفروشم. و این با 2 تا دست انجام میشه. پس مطمئن شو که بلندش کنی. خیلی خوب، بریم. جز این چیز دیگه ای نمیتونین بگین؟ این لباس خیره کننده است. تو زیبا به نظر میرسی رنگ من. شوهرم عاشق این لباس بود. من ازتون خیلی ممنونم. فکر کنم امشب به ما ملحق نمیشی، درسته؟ شب خوبی داشته باشین. ممنون خانم هگرتی.
من فکر میکردم وحشیان بیرون هستن. مونرو فکر نمیکردم اینجا به یه مرد بیگناه مثل سگ حمله بشه و کشته بشه. کشته شده؟ کی؟ پهیراوا. باید بگم قاضی بیاد اینجا. اما از کجا میتونیم پیداش کنیم؟ یعنی داره تو کوه قدم میزنه و از هوا لذت میبره؟ بذار بهت یادآوری کنم مونرو، ما اینجا تنهاییم. اصلا اینطوری نیست آدم نادون. پهیراوا اینجا تحت مراقبت و حمایت ما بود. فکری میتونی راحت بکشیش و چی نشه؟ خیالت راحت باشه مونرو. با تمام منابعی که در اختیار داریم مجرمو پیدا میکنیم. راست. مجرمو پیدا کردیم. صمیمانه بهتون تسلیت میگم. هچت من کاری نکرده، به کسی آسیبی نرسونده. مدرکی هم دارید؟ اون خودش اعتراف کرده. آره بعد از شکنجه. تا زمان رسیدن اولین کشتی اینجا نگهش میداریم. محاکمش تو استرالیا انجام میشه. برو خونه. میتونم ببینمش؟ میخواین اونو برگردونیم پیش قبیله‌اش؟ پس اسبمو ببریم. ممنونم. لازم نیست شما همراهمون بیایید خانم هگرتی. تو مقصد سفر به صدای من نیاز داری. لازم نیست مدام منو خانم هگرتی صدا کنی. امروز جنازه پجت رو
توی سلولش پیدا کردم. یعنی جراتش کشنده بود؟ خودشو حلق‌آویز کرده. یه آدم گناهکار همین کارو میکنه. اونم یه پیرو کلیسای روم. خودکشی اونو به جهنم و عذاب ابدی دچار میکنه. انتظار دارید باور کنم پچتین رو انتخاب کرده باشه؟ انتظار دارم به مایانوئی گزارش بدین که عدالت اینجا به نمایندگی از مردم اون اجرا شده. من همچین کاری نمیکنم. تو در قبال این جامعه مسئولیت داری مونرو. کی برمیگردی؟ ما پول گذرنامت رو دادیم تا بیا اینجا. واسط یه کلیسا ساختیم و یه کلبه که بتونی توش زندگی کنی. قطعا توقع بی جایی نیست که تو هم در ازاش وظایفتو انجام بدی. مونرو! باید اینجا توقف کنی. خیلی با استعدادی. از مادرم یاد گرفتم. خیلی با استعداد بود. درباره شوهرتون یه بار یه چیزی گفتین. تو جنگ کشته شد. معذرت میخوام. نمیخواستم فضولی کنم. یه جنگجو بود. وقتی جنگ میشه همه جنگجو هم. چند وقت بین این مردم زندگی میکنین؟ چند سالی میشه. سعی نکردید از اینجا برید؟ وقتی شوهرم مرد جایی برای رفتن نداشتم. یه زن پاکه های تنها بودم. این کلمه یعنی چی؟ پاکه؟ خب ممکنه به معنای مار سفید روی آب باشه یا شایدم به معنای دشمن. اما احتمالاً تیک کلام شکارچیان نهنگو فوک باشه. شما دوتا اینجا بمونید. اوه حرامای
جناب ماگانوی بزرگ، من به خاطر اتفاقی که برای پاهیرووا افتاده اومدم اینجا چون احساس مسئولیت میکنم. ته آرکیدوی ایهایر مای هوکی کنه نوتمه نوکوته ای ماتیای پاهیروا. اونا بهتون پول میدن تا زمینتون رو اشغال کنن، درسته؟ میگن که اونا به شما پول میدن تا اون زمین رو اشغال کنن. این حرف درسته؟ بله. شاید بهتر باشه اجارشون رو بیشتر کنین. پیشنهادش اینه که شاید بهتر باشه اجارشون رو بیشتر کنین. میدونی اونا با این روش رسیدن اینجا، با یه گروه از قایقای بزرگ و راهنماشونم فقط ستاره ها بودن. شگفت‌انگیزه. اون سنگ سبز رنگی که استفاده میکنن اون چیه؟ یشمه؟ آره، اونا بهش میگن پونامو. خیلی با ارزشه، کاربردای خیلی زیادی داره. مردم ماوری اعتقاد دارن که اون نیروی معنوی صاحبشو جذب میکنه و این نیرو نسل به نسل بیشتر میشه. این مال دخترمه. اسم دخترتون چیه؟ ماهورا.
براون بس. بس؟ حتی اینجا تو آخر دنیا هم پیدا میشه. تفنگ نیروی زمینی بریتانیا. تفنگ سرپر، خیلی سریع پر میشه. دوباره امتحان کن. Ja, tottake. چرا اومدی اینجا؟ از من چی میخوان؟ از من چی میخوای؟ He kōrero wau kaore anō kia whākina mai. داری چیزی رو پنهون میکنی. Tēnei. این چیه؟ من من یه سرباز بودم تو ارتش بریتانیا و ما یعنی من حمله به جایی فرماندهی کردم که فکر می کردم مخفیگاه دشمن به همون دستور اکید داده بودن که هیچ رحمی نشون ندیم. توی دود غلیظ و سردرگمی حمله کردیم. نمیتونستیم با تفنگامون شلیک کنیم چون نمیدونستیم کی دوست یا دشمنه. از شمشیر و چاقو توی فاصله نزدیک استفاده کردیم چون انگاری کور بودیم. تقریباً با حس لامسه. من چاقو می زدم و خنجر می زدم و مثل یه هیولا نره می کشیدم. هر کی کت قرمز ارتش تنش نبود می کشتم. بالاخره دودا کنار رفتن و من تونستم درست ببینم که چه جنایتی مرتکب شدم. دور و برم پر بود از جنازه و افراد در حال مردن. کلی زن و بچه
بین جنگجوها بودن. ما به یه مدرسه حمله کردیم، جایی که زن و بچه ها پناه گرفته بودن. بعد از اون اتفاق بود. ارتشو ترک کردم. سالها سرگردان بودم. از خدا خواستم نابود کنه. خواستم که نابود شم. ولی به جاش اون منو اینجا فرستاد. Ai nei ringa tonu, a wāhinea tamariki hoki I patu kia mate. Ka reo tū whakaaro nui ki te tangata, ko tāna e whai kia puta noa te ihu. منم تعداد زیادی از زن و بچه ها رو توی جنگ کشتم. اون چیزی که مهمه اینه که کی برنده میشه. Manaro, ka kia he tāne hara kore koe. Engari, ko te utu tāu e hia hia nei. مون رو تو در صلح طلبی دنبال رستگاری میگردی؟ I wāu nei hoki. Ko te toto wanake, ka autu I te toto. دلم برات میسوزه. فقط خون رو پاک میکنه. مطمئنم آکاتاروا میاد. اون هیچ فرقی بین سمبالاها و بچه ها، مردا و زنا نمیذاره. یا میجنگی یا میمیری. میجنگی و میمیری. اون به هیچ دردی نمیخوره. ای بچه ها همراه من بیان. کدلی آقای مانرا، میبینم حوزه کاری تو گسترش دادی. داری چی کار میکنی؟ آتیش به جون علفی خوش میزنی؟ اگه تفنگ نداشتن از نیزه استفاده میکردن، یا اگه نیزه نداشتن سنگ پرت میکردن. فقط این کار ازشون برمیاد. باور نمیکنم. مهم نیست تو چیو باور میکنی، مهم اینه که اون چیو باور میکنه. همون تفنگ، همون قیمت. نه برای هر تفنگ 300 تا الیاف کتان و 200 سبد سیب زمینی میخوام. دفعه قبل فقط سیب زمینی میخواستی. الان سالها گذشته، زمان سری میگذره. عرضه و تقاضاست دیگه. برای اینا هرچی که الان داشته باشیم بهت میدیم. بقیهشو دفعه بعد بهت میدیم. نه دفعه بعدی در کار نیست. همین الان باید هزینه‌شو کامل پرداخت کنین. برای همین همچین شرایطی داریم. قرارم با کاتاروا هم همینه. بذارید من با کاتاروا صحبت کنم. این راه به نابودی ختم میشه. این تفنگا تازه اول فاجعه است. این چیزیه که اونا میخوان، یه جنگ بی انتها که توی اون همه ی مردم ماوری نابود شن. جنگ دشمن صلحه. شما و آکاتاروا باید صلح کنید.
وگرنه بچه هاتون هیچ آگنده ای نداره. Riru hoki te anamata o au tamariki. Ja, he whakarongo e Akatariwa. چون من قبلا اون دشمن بودم. Nā te mea, ko a hau tau a hoariri. Akati, o atu koe ki Akatariwa. چرا آکاتاروا باید به حرفت گوش کنه؟ Kia whakapono atu ia ki tō atua. Mena ka tutu ki a koe. Māku hoki e whakapono atu. Mena ka hoki ora mai koe. تو باید بری پیش آکاتاروا. کاری کن اون به خدای صلح تو ایمان بیاره. اگه زنده برگشتی منم ایمان میارم. مایانوی موظف همه گزینه ها رو در نظر بگیره. شاید خدای صلح تو نجاتشون نده. یعنی اصلا برات مقدور نیست یه کمی ایمان داشته باشی؟ بهت ایمان دارم مونرو، ولی محتاط باش. مایانوی تو هر شرایطی همیشه به فکر قبیلشه. بیل هاتون رو به شمشیر و چنگال های باغبانیتون رو به نیزه تبدیل کنین و ضعیفان خواهند گفت ما قوی هستیم. انجیل یوئیل فصل 3 آیه 10 یکی از بهترین جملات انجیل. فهمیدم. داری یه کار احمقانه این میکنی. که اسلحه بفروشی به کسایی که هیچ تجربه‌ای برای کار با اینجور چیزا ندارن کار درستی نیست. اقتصاددانی چیزی هستی. آدم اسمیت میگه عرضه تقاضا رو به وجود میاره و بازار خودش رو تنظیم میکنه. کی زنده میمونه؟ قوی ترینا. رسم دنیاست دیگه. این رسم دنیای وحشیه. پر از دندان و چنگال. به هر حال امیدوارم سالم بمونی. امیدوارم حماقتت کار دستت نده. اینجا چی کار میکنی؟ کسی تو رو ندیده؟ تو که منو میبینی. برای چی اومدی اینجا؟ برای آکاتاروا از طرف مایانوی. من اونو بهش میرسونم. آکاتاروا به دختر مایانوی احترام میذاره. آره، احترامشو دیدم. اینجا برای آکاتارواست؟ آره. بریم جلوتر آقای فارل. آماده انداختن لنگر باشی. رسیدیم. حالا میخوام تا وقتی برنگشتم همینجا بمونی. مخفی شو. فهمیدی؟ نه، منم همرات میام. نه. پدرم میخواست که پدرت هیچ وقت هیچی به هم نگفت. این مأموریت منه. مسئولیت منه. نمیخوام تو رو به خطر بندازم. یادت رفته چی سر شوهرت اومد؟ چطوری اونو کن؟ مانرو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ میخوام با پدرت حرف بزنم. فقط همینا رو داری؟ نه، کلی چیز دیگه هم تو راهه. بیایید. تو اینجایی.
مانرو، امیدوارم توی این جنگ مقدس پیروز بشی. ممنون. این مرد اومده اینجا که شما رو ببینه پدر. آره، مردی که اسبشو بهمون داد. یادمه در مورد بخشش چی گفتی؟ به نظرت من بخشنده نیستم؟ اون زن دختر ماگانویی. نره، به خاطر بخشش من زنده مونده. بله. اینجا چی کار داری؟ امروز اومدم تو اینجا میخوای که پس بگیری ها؟ اسب تو میخوای پس بگیری؟ آره؟ اومدم اینجا که از طرف ماگانویی باتون حرف بزنم. اون میخواد بدونید که دنبال صلحه. این تحفه ها رو هم فرستاده تا احترام خودش رو به شما اثبات کنه. ما با ماگانویی صلح میکنیم از طریق جنگ. صلح با خشونت نمیشه به دست آورد. اینجا سرزمین خشونت آمیزی، همه جاش غرق خونه، مثل انگلستان. بله. شما دنیای سفید پوستا رو دیدین. فکر میکنین میتونید شکستشون بدین. تعدادشون خیلی زیاده. تنها شانستون اینه که متحد با هم دیگه با اونا رو بروشین. دشمنای من چی ها؟ و حرفای زشتشون کی انتقام اینا رو میگیره؟ اگه هم دیگه رو بکشید دارید کار پاکه ها رو باسهشون انجام میدین. شاید تو هستی. هدفت هم انتقام گرفتن برای پاک هست. مرگ تو میتونه انتقام جنایتاشون باشه. التماس کن تا شاید بهت رحم کنم. این کارو نمی کنم. ببینید تا کجا میتونه سرسخت باشه. برو. هریس، اینا دقیقاً مثل اون قبلی هست. بیشترم داری؟ هر چقدر پول بدی موجوده. قیمت هر تفنگ 15 تا خوکه. 15 تا؟ یا 200 سبد سیب زمینی. 200 تا؟ عرضه و تقاضاست دیگه. حق داری به ترسی کتلی. برید عقب.
Nuhea te wai kia ita, nuhea kia wātea, kia māhea, te tau mai whēnuku, te tau mai whērangi. Hui e, kai ki e. وقتی تو کشتی مخفی شدی و خودتو پنهونی رسوندی اینجا به خاطر انتقام شوهرت بود. آتو یعنی چی؟ انتقام، مرگ، انتقام، مرگ، به هم گره خوردن. ممکن بود کشته بشی. Whākino mai te hanga o tēnei waka. درباره کشتی بهش بگو. میتونه تعداد زیادی جنگجو را حمل کنه. He nui te honga ka ahai, a tēnei waka te puri. Ko ngā tini whetū, e kore tonu e pāhoro i taku iti. این کشتی توپ و خمپاره داره، ممکنه حملهشون سنگین باشه. پس ما میمیریم مثل یه جنگجو. هر دوتون باید از اینجا بریم. ما کنار انگاتیو میمونیم. Katsu kotahi. Kia ngāti hau. ممنوعیت برداشته شد. من دوباره میتونم عضوی از قبیله باشم. تو هم همینطور. Hotua ki o mate! Kite ungo poka poka ngate ya! Kite ungo ngate ya! Talai papawa! Mokiki pakukumaya! Malaga! Hey, come on, hoki atu ki ngā rua hunai! Monra! Yarua mataya ki te bekarangi! Oh, Siri! Mai ki taku. It's okay. Ai, kana upoha!
شارلوت شارلوت به زخمی‌ها رسیدگی کنین. من ترجیح میدم در صلح و آرامش زندگی کنم. وظیفه یه رئیس قبیله جنگیدنه. خانواده های ما باید دوباره به هم وصل بشن. خانواده های ما باید دوباره به هم وصل بشن. Ite o mala maui, wero, ora mai te maui haumi e hui e.
4 سال بعد. اونوکو از قبیله انگاتی راپو رو به شما معرفی میکنم. نماینده اعلی حضرت ویلیام کارنوال. قربان، بذارید همسرم را نیگمایو بهتون معرفی کنم. خانم. و مشاورمون آقای توماس مونرو. مونرو؟ اعلی حضرت از حمایت عالی قبیله شما از اپورث و همچنین مسیرهای تجاری نوپایی که در کل این ساحل ایجاد کردین آگاهن. اعلی حضرت میخوان بابت تلاشاتون ازتون قدردانی کنن. متشکرم. تا الان این تجارت بدون نظارت اعلی حضرت انجام شده. این جلسه برای اینه که به شما هشدار بدیم وضعیت تغییر خواهد کرد. اعلی حضرت قصد داره ادارات گمرک و مالیات رو اینجا تو اپورث تأسیس کنه که بر تجارت خروجی و ورودی این مکان نظارت داشته باشن. هر جور میخواین مالیات بر تجارت و روپاکه ها تعیین کنین. این به ما چه ربطی داره؟ گمرک و مالیات روی همه امور تجاری اعمال میشه. پادشاه اینو گفته؟ من از قول پادشاه میگم. اما پادشاه شما اینجا حرفی برای گفتن نداره. این سرزمین با سنگاتیو هست. نسل هاست که مال اوناست. اونا حاضر به مذاکره هستن. اول و از همه مهمتر، اجاره یک اعلی حضرت باید در صورت تأسیس گمرک به مالیات اینجا پرداخت بکنه. چی؟ ما مشتاق به بحث‌های بیشتر هستیم. روز خوش آقای کورنوال. مونرو، چی به سرت اومده مرد؟ با صورت چی کار کردی؟ توکو فاکابابا، داستان من. اوکوکوه کوهرو، دنما منکی تندیوا، داستان زندگی من. البته تو الان کارتون عالی بود.